اصلا زبان یک وسیله خیلی مهم است برای آدمان در دنیا، به خاطر ابراز نظر، ابراز عقیده، به خاطر حرف زدن و بیان کردن نقطه نظر خویش. اما ارزش معنوی زبان خیلی بلند است. بلندی این ارزش حتی می رود تا بلندی مقام مادر. برای همین زبان مادری میگویند. امروز اطراف زبان حرف میزنیم و میگوییم که تقدیر زبان در صدد ترقیات تکنولوژی رقمی چی خواهد شد. موضوع تاک شو از طرف آسیا پلوس امروز همین است، تحت عنوان راستی گپ. درود. من همه شما را خوش آمدید میگم به برنامه. موضوع خیلی مهم است، یعنی تکنولوژی رقمی امروز آنقدر رشد کرده است که مملکت‌های ترقی کرده فرهنگ خود را، زبان خود را به واسطه عموما امکانیت‌های اینترنتی در جهان پهن میکنند. یعنی ما چی؟ زبان ما امروز یکی از زبان‌های زیباترین دنیا محسوب می شود و امروز ما بحث نمی‌کنیم اطراف اون که زبان ما چگونه زبان است و در قلمرو کشورهای فارس نشین این زبان را چگونه نام میبرند. بحث ما اطراف این نیست. بحث ما اطراف تقدیر زبان در آستانه عصر است که تکنولوژی رقمی اینقدر ترقی کرده است. بحث ما امروز اطراف اون نیست که این زبان را چگونه نام میبرند. بحث ما امروز اطراف پاکیزگی زبان، تقدیر زبان و آینده زبان است. درود بر شما باری دیگر و من رشته سخن را اولا میخواهم به نماینده کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و جناب زلفانیان بدهم. مرحبا. تشکر. درست کردید. واقعا زبان این یک نیروی توانمند است که برای هر یک خلق و ملت خدمت ارزنده خود رو میکند. قریب 0.5 میلیارد گویندگان این زبان در روی دنیا ارزی هستی میکنند. ببینید برای این زبان مقتدر، برای این زبان توانا رو باز هم رشد دادن، ما که امروز در دوران یک برخورد جامعه های ابرقدرت، دولت های ابرقدرت قرار داریم، باید چیکارها رو انجام دهیم. همین مقصدها، همین وظیفه ها و همین هدف ها هستند که علاقه ببینید در طول 13 ساله دوران صاحب استقلالی تاجیکستان علاقه 3 برنامه رشد زبان دولتی رو گویم به تصویب رساند که یکی اگر از سالهای 96 باشد، برنامه دومی از سالهای 2012 به 16 طول 5 سال و برنامه به تازگی به تصویب رسیده این برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030. شما گفتید که مرحله به مرحله، فکر نمی‌کنید که همین مرحله های ما اینقدر طولانی شدند که هیچ نگفتنی، زیرا ما مرحله به مرحله گفته شیشتیم. برخی از مملکت‌های مترقی نرم افزارهای آوازی، نرم افزارهای بسیار شوق‌آور را گرفته مورد استفاده قرار دادند و جهانیان آن را استفاده می‌برند. رایگان در اپ استور، در پلی مارکت، در تمام جا زیادند این گونه نرم افزارهایی که با آموزش رایگان تمام مردم دنیا را جلب می‌کنند. از آن جمله زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسوی و دیگر زبان‌های مثلا چی بگویم زبان‌های در جهان علاقه معمول. درست خواهد. شما نگرانی نکنید. این مرحله های ما دوام دارند. شما میتونید نگرانی نکنید. برای چه من مرحله به مرحله گفته استادم؟ برای اون که به زمینه‌های سندهای معیاری حقوقی ما چخیل میتونیم. برای همین ما گفته استادیم که این مرحله ها علاقه حل خود رو یافتند. مرحله که در طول 5 سال باید حل میشد. سندهای معیاری حقوقی ببینید برنامه تصدیق شد. نظامنامه فرمایش شد و نمونه های بلانک هایی که برای کمیسیه های زبان در تمام وزارت اداره ها باید که طبق اون کار فعالیت برن عملی شد و در تمام وزارت
اداره ها امروز طبق سامانه کمیته دسترسی پیدا میکنند به این و همچنین ببینید اینجا خیلی تغییر علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی تقریبا 19-20 سال می شود که مردم تاجیکستان به فراوانی از اینترنت استفاده میبرند. در این 19-20 سال حتی در سالهای اولش مثلا مسئولین زبان روسی در فدراسیون روسیه توانستند که واژه‌سنجی الکترونی را در برنامه‌های وارد و دیگر برنامه‌های حروفچینی مورد استفاده قرار بدهند که هنگام سر زدن اشتباه زیر همان واژه خطی سرخ پیدا می شود. درست. ولی در همین 19 سال چرا این کار را ما کردن نتوانستیم؟ چون که ما حالا درباره امکانیت ها میگوییم برای ساختن یک اپلیکیشن من فکر میکنم که ذخیره داریم، شعورها هستند، شماها ذهنهای قوی داریم، ذخیره داریم، انسان ها هستند، مسئولین هستند، کمیته و اداره های داخلدار هستند، اما نتیجه نیست. میخوام در این باره حرف بزنیم چرا اینقدر طول میکشد؟ زیرا یک مؤسسه، یک شرکت، یک کارخانه میتواند در مدت یک کوتاه به اصطلاح انگلیسی اپلیکیشن همون نرم افزار خود را بسازد و مورد استفاده قرار بدهد. و چرا ما در مسئله زبان یگان نرم افزار خوبی نداریم که با آواز، با خط، با حرف زبان ما را به جهانیان تشویق ترغیب کند؟ با سهم و با اطلاع شما میرسونیم که دایر به مسئله و دایر به مشکلات علاقه قریب حل خود رو یافته استوده است. 3-4 سال اخیر قاعده های املا در عرفه تهیه لایحه بود و خوشبختانه چون به تصویب رسید با قرار حکومت، انا اکنون برنامه ریز و برنامه سازها من پیشنهاد نمودند و طبق برنامه رشد زبان دولتی. جناب زلفانیان ببخشید من میخوام به شما بگم که زبان مثل یک جسم زنده میتواند رشد بکند و واژه‌های میتوانند به ارخائیسم وارد بشوند و از استفاده بیرون شوند، واژه‌های میتوانند وارد شوند، واژه‌های میتوانند تکمیل یابند، اما این معنی را ندارد که ما منتظر بمانیم تا مثلا شکل نهایی زبان تصدیق بشود و بعد آن را توسط نرم افزار پیشکش کنیم. یعنی زبان همیشه در حال تغییریابی و رشد است. شما انمی در حال تغییریابی رشد که باشد، شما یک چیز از روی منطق تصور کنید که من قاعده املا تصدیق شد، اکنون در دایره قاعده های املا برنامه ساز و برنامه خود را مطابق کرده استودند و روزهای نزدیک این عملی خواهد شد. ببینید 110 عدد فرهنگنامه را کمیته در طول 10 سال موافقه نمود که در ساحه های گوناگون نامبر نمیگم، در ساحه کشاورزی، طبی، مهندسی، تکنولوژی، فناوری دیگر و دیگر. من میخوام رشته سخن را به ارشاد بدم هم کسب من که به واسطه با تکنولوژی رقمی سر و کار دارد، یعنی زبان رو توسط تکنولوژی رقمی استفاده میبرد. ارشاد وضعیت زبان ما در عموما داخل تکنولوژی های رقمی چگونه است؟ تشکر. البته اگر از موضوع عمومی برنامه صحبت کنیم، تقدیر زبان در دنیای رقمی که دنیا آیسته آیسته دارد به سوی رقمی شدن، تقدیر زبان تاجیکی بسیار نگران کننده است. بسیار نگران کننده است. البته این چند پهلو دارد. این که مثلا وضع زبان امروز در تاجیکستان در مقایسه با دوران شوروی بهتر است، این بی بحث است. ولی برای ساختن دولت ملی وضعی که امروز زبان تاجیکی دارد در تاجیکستان کافی نیست. زبان فقط عنصر گفتگو نیست، زبان یک عنصر هویت ساز است، یک عنصر فرهنگ ساز است، یک عنصر دولت ساز است که متاسفانه مقام و جایگاه اجتماعی و سیاسی زبان تاجیکی امروز در تاجیکستان در سطحی که منفعت‌های ملی ما طلب می‌کند نیست و ساختارهایی که برای این کار مسئولند در حدی که انتظاری جامعه و مردم از آنها هست یا مسئولیت‌هایی که به دوش اونها بارده است، در این حد توانمندی و صلاحیتی رشد دادن زبان ندارند. من از استاد رحیم زلفانیان اجازت میخواهم که اجازه دهند ما اونا را کمی انتقاد کنیم. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان
اصلا در تاجیکستان به مسئله های دوم و سیوم درجه وضع زبان مشغول است. بیشتر به کار شعار و آویزه ها و رعایت شدن نشدن قانون زبان و این چیزا. حالا که البته اینم چیز مهم است، این باید یک بخش فعالیت کار کمیته باشه، اما بخش مرکزی کار کمیته نباشه. در زمینه اصطلاحات سازی، در زمینه مطابق کردن زبان به فناوری های نوین اطلاعاتی باید بیشتر کار کند. این کمیته باید کارشناسانی توانمند داشته باشد. ببینید چند بار است که در تاجیکستان قاعده های املای زبان تاجیکی تهیه میشن، از نو قبول میشن، ولی جامعه را حتی خودی زبانشناسا را قانع نمیکنند. به لحاظ علمی، به لحاظ تخصصی، به لحاظ کارشناسی اینا مشکلی خود دارند، بحث خود دارند. زبان یک ارگانیسم زنده است و نمیشه از طریق قرار و تصمیم های سیاسی در سر مردم جاری کنیم. از همین سبب اگر برگردیم ببینید در تاجیکستان، از عادی ترین مثال میگیریم، ما داریم مرکزهای آماده کردن کودکان سینی تا مکتبی برای مکتب ها. این دوشنبه پایتختی کشور، شهری که فرهنگ و مدنیت ملت در اساس این شهر شکل میگیره. در دوشنبه ما یک مرکزی خصوصی که بر اساس شیوه های معاصر کودکان را برای مکتب حتی باغچه ها آماده میکنن، به زبان تاجیکی نداریم. این چیزی هست که من تحقیق کردم. ما وقتی که فرزند خودم خردتر بود و میخواستم که به یک از این مرکزها ببرم، ما گشتیم تمام مرکزهای خصوصی را. مرکزهای دولتی هست، ولی به دلیل اینکه برای بعضی پدر و مادر سطح و صفت آموزش اون مرکزها قابل قبول نیست، بعضی ها میخوان که مرکزهای خصوصی برن. نیافتم. من از چند کس پرسیدم، از صاحبان این مرکزها، گفت که طلبات وجود ندارد، برای همین ما نساختیم. سالها پیش پیشنهاد شده بود که همین زبان تاجیکی بر اساس همین الفبای کریلی در برنامه‌های فناوری‌های اطلاعاتی وارد شود. حتی این موضوع من فکر خطا نکنم 2007 یا 2008 در ملاقات فرهنگیان کشور با رئیس جمهور مطرح شده بود و پیشنهادم قبول شده بود، ولی متاسفانه کار شایسته در سطح نهادهای ضروری انجام نشد. امروز زبان تاجیکی تنها در سیستم به اصطلاح همون عملیاتی یا اپراتسیونی ویندوز شرکت مایکروسافت هست، ولی اون چیزی که در اینجا هست و تمام برنامه‌های فناوری‌های اطلاعاتی نمیخوانند. شما ببینید حرفی کامپیوتری که امروز در نهادهای دولتی ما رسمی از جاری است و طلب میشد که با همین حرف و همین شریف نوشته شود، این همون یک حرفی مصنوعی تایمز نیو رامن که یک تیجی علاوه شده است که او را یگان زبان برنامه سازی نمیخوانند. یعنی بسیار پس مانده است و زبان در دنیای مجازی در حالت رشد میکنه که وای اگر زبان اقتصاد باشد، خب زبانی برنامه‌های نوین باشد. شما ببینید در سیستم بانکی ما تنها بعضی معاملات داخلی و ساده که هست این کارگزاری با زبان تاجیک است، ولی برنامه‌های کلان و تمام پیام‌ها و این چیزهای دیگر با زبان روسی است. شما ببینید شرکت‌های مخابراتی 90% اعلان‌های بازرگانی، پیام‌هایی که به کاربران و به مشتریاشون میدهند به روسی است. زبان کارگزاری اکثریت سازمان‌های منطقوی چیزایی که در داخل تاجیکستان هستند زبان در بیشتری مورد تاجیکی نیست. کمیته دست بالای دست مونده نشسته. طول 12 سال فعالیتش کمیته من میگویم که 110 و بیش از آن فرهنگنامه‌های تخصصی رو با زبان‌های روسی، تاجیکی، روسی، انگلیسی کمیته اینها رو یک دقیقه موافقه نمود. کمیته در دوره اون که زبان امروز از منبر بلند بین‌الملل صدا می‌دهد چی ما نمی‌بینه؟ کمیته با جمهوری از سال 2014 این جانب با جمهوری اسلامی ایران
سازشنامه یادداشت تفاهم به امضا رسانده است، فرهنگنامه ها را تهیه میکند، هزار واژه ها را و حتی در همگونسازی اصطلاحات این دو دولت گویم بزرگ برای همگونسازی تلاش می‌بردند. یک دقیقه کمیته وظیفه کمیته کوچه برآمده شعار آویزه دیدن نیست. این رو خطا نکنید. ولی شما این کارو میکنید. برای ما وظیفه داریم میکنیم چون که ما نظارت پیگیری میکنیم ولی برای این مقامات های اجرایی محلی حکومت دولتی تمام شهر و ناحیه ها وظیفه اولین درجه مقامات اجرایی است. مقامات ها خودش خطا ولی داخل دار هستند. فراموش نکنند که باید کارگزاری با یک حروف رود. اون آرایشات در او تزیین مسئله های دیگر خیلی اشتباه میکنید بزرگواران. مثلا با یک حروف نباید مثلا الکترونی در موادهای اودیوویزوالی پیشکش میکنیم، موادهای ویدیویی پیشکش میکنیم. ما موافق هستیم. آرزو باشید ما موافق هستیم که مثلا با یک حروف باشه، ولی این حروف باید با زبان فناوری های روز مطابق باشد. این خوانند. شما بیرون از تاجیکستان وقتی که میرید در دلخواه کشور دیگر وقتی که کامپیوتر روشن میکنید این وجود نداره در زبان برنامه. شما رو نفهمید. حرف‌های تاجیکی رو، واژه‌های تاجیکی رو با هر گونه صورت، با هر گونه شکل آرایش بدیم. خیلی درست. بعد برای این جنجال کردن شرطه. برای چه شما رسانه شده ایستاده کجا جنجال کردیم استاد؟ کدوم رسانه مشکلی را مطرح یک دقیقه کدوم رسانه شما برای همین مصلحت پیشنهاد نمود به جامعه کنی من ببینم همین برنامه خودش مصلحت است. نه فقط تنقید از همین همایش شما به همین مقصد است. هزاران مصاحبه و مقاله در برای همین این مشکلات یکم اینکه طریق جور زده خود را فاش کردن اونقدر به هدف رسی نیست. مکتوبای رسمی کنید با مقامات داخل شخصا بر سال از پای 12 ما شما رو کارمندای شما رو در کمیته در رسانه کمیته احیان میبینید با استثنای و میزی مدور و 6 ماه و یک ساله در نشست‌های من شخصا پیش شما رفتم چند بار در مسئله همین برنامه تازه‌ای که قبول شد روش زمان صحبت کردم. بسیار مطرح شده هزاران مصاحبه و درباره مثلا گزینه ساختن این برابری های نظامی به اصلاح همون رتبه های نظامی و سراسر رتبه نظامی یک طرف مونید. حاضر اول مسئله های اولین درجه‌ای که ارزو میگم با مثال برای علم های دقیق برای فناوری رقمی تا اینکه ما کامیاب شویم ما البته این کارها رو نه اینکه کمیته بلکه مقامات های داخل دار کرده است. مقاماتانه میدونید یک مشکلی ما در چی است؟ یک مشکلی عمومی همه ما در این است که ما کمبودی رو اعتراف نمی‌کنیم. در همجایگی در همکاری ها تنها ولی بسیار دیر کرده ایستادیم استاد. برای همون ببینید سرنوشت زبان تاجیکی در دنیای رقمی به خطر کلان مواجه است. من روزنامه‌نگار ندیدم که فقط به جز تنقید یک مصلحت مثبت داده باشه. چی میگم؟ استاد اما یک چیز باز حرف سر همون میرم. ولی من مجبورم که این حرف رو بگویم که شما بشنوید. ببینید تمام مردمان دنیا زبان یک طرف است، حتی اثرهای ادبی خود رو، اثرهای علمی خود رو، اثرهای نمیدونم نظمی و نثری خود رو توانستند توسط تکنولوژی‌های رقمی الکترونیک کنند. ما همین یک زبان رو هنوز هم نمیتوانیم کرده ایستادن در کتابخانه ملی 20 سال شد 20 سال شد 100 سال شدن میشود ان شاء الله. برای چی این کاری یک روزه دو روزه نیست. ببینید اونجا متخصص در کار همه در جور زدن ما استویم متخصصی ورزیده در کار که اون حروف گردان یعنی نداریم متخصص داریم کرده ایستادن لیکن مشغول رو در یک روز نساختن خلق. درست است اما اینو فراموش نکنید. اوستا طول 10 سال قامت روز کردن چی می باز از این قدر کامیابی های ما باید ما این از این افتخار کنیم. با یکمش با دوم مسئله هایی که در مکتب های خصوصی در بخش های خصوصی میشوند ما باید انمی رو طریق شبکه ها و رسانه ها خیلی ما در با تاثیرگذاری خود هنگام سنجش و نظارت ها میفهمونیم که در آنها
همین وقتی که جناب عالی در سخنرانی ها یا که در تکلیف پیشنهادهاشون در هر یک پیام و سخنرانی و معروضهاشون میگوین که آموزش زبان‌های خارجی هم درست به آموزش زبان‌های خارجی ما موفق نمیتونیم شدن، چون که زبان‌های جهانی نکم از 2 زبان روسی انگلیسی رو باید بدونیم، چون که ما تکنولوژی ها رو فناوری رو تنها با این زبان ها از خود کرده یا برگردان و ترجمه کرده پیش میرویم. ولی مردمای بی‌هویت چیکار میکنن؟ فرزنداشون در مکتب‌های خصوصی یا روسی و انگلیسی میتونن و در خانه حرف به زبان دولتی یا مادریشون حرف نمیزنن. این مورو با قفو برده بود، باز با قفو میبره. برای همین یه دقیقه اول ما باید در زمینه زبان تاجیکی، مقصد و هدف کمیته هم در هر یک سنجش همین است که در زمینه زبان تاجیکی صدها زبان رو بیاموزم. بیشتر موادهای جورنامه‌های اطلاعاتی رکلاموی به زبان‌های بیگانه می‌رود. صاحبکار و معرفت بلند پیدا کردنشون در کار. هر یک صاحب زبان تاجیکستان در یک دقیقه اجازه دهید. زبان فقط ابزار سیاسی نیست، زبان ابزار اقتصادی هم است. تاجر با زبان به مخاطبش مناسبت میکند که وای فایده بیاره. فایده در تاجیکستان 99% همه تاجیک زبان باشد و تاجیکی رو برای مثال دانه با زبان بیگانه چی در خود تبلیغ کردن؟ درست گپ شما درست. برای چی همه چیز جاری نمیشه؟ جاری شده ایستاده است. این یک روندی نامشخص است. نه وقتی وضع امروزه را صحبت عادی ترین چیز من اعضای گروهی کوری در مؤسسه دولتی رکلام بیرونی شهر هستم. وقتی که همون گرده های متنی دیداری آوازی یعنی دیداری و شنیداری اودیوویزوالی رو پیشنهاد میکنن من اول گونه تاجیکی اون رو طلب میکنم. برای چی؟ برای که 100% مردم با زبان دولتی بلد هستن و پس از اون بعد در شبکه‌های محوروی در کجای صورت برای اقتصادات رو چی کردن باید پهن کن. ولی ما باید نه اینکه فرض کردیم با یک چیز نوچیزی و ارزنده‌مون با بیگانه با تجارت ما اول خود رو تامین کنیم. ببخشید اجازه بدید، شما سکوت کردید. این سکوت شما خیلی برای من وهم انگیز است. یک چیز رو به این نوبت گرفتن در کار است که همون مسئله اقتصاد بسیار مسئله داغ روز است و بسیاری از اهالی ما با اینترنت دسترس نیستند، چون که از حساب نرسیدن شاید مزد معاش باشد یا از حساب وزنی بدن سطح مالیوی آنها که همه ما البته به اینترنت دسترس نیستیم و اون اینترنتی که امروز در جمهوری ما فعالیت میکند با اصطلاح اونقدر جریان خوب ندارد، چون که اگر سرعت خوب ندارد، چون که اگر ما با سرعت خوب اون اگر دسترسی داشته باشیم البته مبلغ‌های زیاد حجم مبلغ برای خریداری اینترنت بسیار مشکلی میکشیم. ما تنها برای یک کمیته چی کردن نمیتوانیم، دادگری کردن نمیتوانیم. در اینجا بسیار مثلا انستیتوت زبان و ادبیات است، فاکولته های فیلولوژی که ما دانشگاه های زیاد داریم که در همین مسئله مثلا دانشجویان رو متخصصان رو تربیه می نمایند. 21 پژوهشگاه. تشکر به شما. ما هنگام بررسی دلخواه موضوع فقط میگویم که باید این طور شود، باید فلان، باید بسمدان. این بایدهای ما اینقدر زیاد است که هیچ نگفتنی. ولی من میخواهم اطراف اون چیزهایی که نداریم حرف بزنیم و اقرار شویم، کمبودی رو اعتراف کنیم، مشکلی رو اعتراف کنیم و پای از بین بردنش کمر ببندیم، تصمیم بگیریم. یعنی چی؟ در خدمات آوازی سیری و الیسا
زبان ما نیست. خدمات آوازی iOS و اندروید رو در نظر دارم. زبان ما نیست. در ترجمان گوگل وارد شد ارشاد. این نمیدونم تشبوسی کی است، اما کسی این کار رو راه اندازی کرده است، بر پدرش رحمت. در ترجمان گوگل هست، ولی نرم افزارها نداریم. درس های آنلاین از جانب مسئولین پیشکش نمی شوند. یک چند درس آنلاین رو از خارج کشور انیسا دخترک راه اندازی کرد، چند برنامه پیشکش شد، با همین اکتفا کردن. نمیدونم چی شد دیگر این برنامه. درس های آنلاینی، نرم افزارها، پلتفرم‌های ذخیروی برای آموزش زبان نیستند. ما باید اعتراف کنیم. نه، گپتون معقول، ما باید اعتراف کنیم، لیکن یک چیز که ما در همین جامعه‌ای که امروز میان ابرقدرت‌ها حتی در مبارزه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی میتوانیم باشیم، ما برای چی به مقامات‌های داخلدار مراجعه نکنیم؟ همچون روزنامه‌نگار، همچون هر چرا باید مراجعت کنیم؟ چرا ما باید مراجعت کنیم؟ روزنامه‌نگاران چرا باید مراجعت کنن؟ وظیفه‌ای که مقامات داخلدار به خودشون به مراجعت ما داخلدار هست و اجرا کنن. باز طلبگار هر یک صاحب زبان وظیفه تطبیق قانون زبان وظیفه هر یک صاحب زبان است، هر یک شهروند است. این معنی اون رو ندارد که یک کمیته زبان یا که اکادمی ملی علم خود زباندان باشد و باقی مانده. نه، همین قریب 10 میلیون اهالی باید بلد باشد به زبان دولتی، به زبان مادری تاجیکی ما، که این زبان وحدت سرای قوم‌های زبانی و اقلیت‌های ملی کشور ما هست و بوده میتواند. وقتی که با زبان انگلیسی و با زبان آلمانی مشکل پیدا می شود، واژه‌ای رو باید پیدا کنن، در حال از داخل اینترنت پیدا میکنن. ولی در مسئله شرح دادن این یا آن واژه زبان تاجیکی، بسیاری از جوانان با مشکلی و دشواری روبرو میگردن، زیرا همون ذخیره‌های با جهانیان شرط نیست جور زدن. این مسئله رو میگم دیوار افته، درون خانه افته. باید با مقامات ها کار کنیم. وظیفه روزنامه‌نگار، وظیفه ژورنالیست چیه؟ وظیفه ژورنالیست فوش کردن یا که آشکار کردن همین کمبودی ها و در جامعه منفیت رسوندن. نه اینکه جور داده ما این نداریم، ما وای نداریم، ما خود شرمنده کردیم یا ابرقدرت. خلاف نظر خودتون حرف میزنید. حاجی گفتید که روزنامه‌نگار باید کمبودی رو بگه. کمبودی یعنی همین است که همین زمینه‌ها نیستن. وقتی که ما درباره این زمینه‌ها حرف میزنیم، روزنامه‌نگار باید شعور زیرک باشه. روزنامه‌نگار با منفعت ملت دولتش باید خدمت کنه. نه اینکه در رسالت کسبی ما این گونه حرف نیست. ما باید حقیقت رو باید زده جور کی زد به نتیجه میشه. حقیقت رو باید به مردم پیشنهاد کنیم. منفعت ملی، منفعت دولتی در دایره رسالت‌های روزنامه‌نگار نمی‌دارد. کسب ما این نیست. شما راجع به روزنامه‌نگاری چی می‌دونید؟ من روزنامه‌نگاری تمام کردم. پس باید این رو بدونید که روزنامه‌نگار واقعیت رو پیشکش می‌کند. تمام چی، کی، در کجا، چه خیل و چگونه، با 5 سوال باید مواد روزنامه‌نگار جوابگو باشد. این نه که مثلا ما جانبداری یگان حرکت، جانبداری یگان این در پیشه روزنامه‌نگاری نیست. در جامعه تاجیکستان که هست وظیفه‌دار است قانونیت‌های این دولت. روزنامه‌نگار وظیفه‌دار است در دایره قانون‌های وسایط اخبار عموم فعالیت کند. با هوشیاری و زیرکی با یک عقل رسا باید حل کنه، برطرف کنه. سوالی هست. من امام علی سیدزاد هستم، خبرنگار از آزیا پلوس. من اینجا بحث گرمی را مشاهده کردم و میخوام موضوع را از همین دایره زبانی به یک مسئله دیگر زبانی بکشم. اینجا بسیار نظرهای خوب و بودن در اینجا که ما شنیدیم، اما میخوام بگم که مثلا در همین قدر دورنامه‌ها و استراتژی‌هایی که ما مثلا نشان دادیم، چرا تا امروز در شبکه‌های اینترنتی مردم با یک زبان مکمل حرف نمیزنند؟ جوان‌ها مثلا خطا می‌نویسند، جوان‌ها بعضن چیزا ترجمه‌شون رو نمیدونن. چی نمیرسد برای ما؟ مثلا فکر میکنید که همه چی هست و مردم نمیتوند، یا اینکه چیزی نمیرسد برای مردم خطا نوشتن؟ مثلا کلمه‌هایی که تازه ترجمه نشده است یا که ترجمه شده است با خوبی پهن نشده است که مردم نمیدونن، مثلا پینست و فلشکا و پاور بانک، همین چیزایی که هر روز ما وا میخریم و اینا رو به زبان روسی و به زبان انگلیسی میگوییم. چرا؟ گپتون معقول. میدونید که عیب داره اینجا.
از کدام روزنامه‌نگار من شنیدم که باید بگوید یا یک مقاله تأثیر بخشه که مردم بیدار کنند که نوشته باشد که ای جوانان این زبان ما در دوره های عصر میانگی به چراغ و به شمع می نوشتن به غلط می نوشتن دست نویس کرده که امروز یگان غلطه نمی ولی در اطلاعات تکنولوژی کامپیوتری ببینید حتی لکنت میورید به این زبان گفته کنی کدامت مراجعت کردی از روزنامه‌نگار. یک سوال با شما جناب زلفانیان، یعنی در همه این چیزهایی که ما نمبر کردیم نیستند در تکنولوژی های رقمی عیب روزنامه‌نگاران است؟ آخه چقدر تکنولوژی رقمی و میگوید خطا ندیدم. عیب روزنامه‌نگار در چی گفته است؟ روزنامه‌نگار برای چی تاثیر بخشی نمیکنه؟ یک برنامه کنیم، سه چهار همون خیلی جوان جمع کنیم، بگوییم یا که در معرکه های گویم شورابینی های فرهنگی فراغتی بیشتر دهیم مثلا. و چرا شما برای تشکیل کردن این گونه برنامه ها تصمیم نگیرید؟ چرا تصمیم ها از جانب شما باید نباشد؟ چرا روزنامه‌نگار باید تصمیم رو شما بگیرید بگیرد؟ هر یک صاحب زبان باز تکرار میکنم وظیفه دار است. هر یک روزنامه‌نگار کمیته زبان اگر در یک هفته 5 برنامه در شبکه‌های اجتماعی برنامه کند گپ دومیش انمی که معرفت دانش معرفت مکاتبات نوشتن رو بیاموزید. کتاب مطالعه. اجازه هست همین سوال من یک نظر دهم. درست است. متاسفانه همین چیزی که سوال شد همین وضع وجود دارد. خصوصا نسل نوی ما با یک زبانی معاشرت میکنن می نویسن، حتی بعضی ها خجالت نکشیده مثلا همه غلط های دغل و لهجه و نمیدونم چیزایی رو میارن می نویسن. گپ سر چی است؟ البته نظارت کردن این روند ناممکن است ولی محیط مثلا باید محیط فرهنگی محیط زبانی باید به گونه ساخته شود بنیاد شود که آدما همین کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی مقامداران آدمای در جامعه و در سطح‌های گوناگون به یک درجه رسیدن اونا هم با لهجه صحبت میکنن. باید محیط به گونه شد که آدم از همین گونه صحبت شرم کند. برای این باید زبانی ما زبان معیار شود. شما ببینید ما حتی در مورد نام کشورها و یا حالا تصمیم نگرفتیم که چی گیم ما روسیه میگیم مثلا ما از پلوس خاور راسیه می نویسد خب وزارت خارجه روسیه می نویسد مقام دیگری دولتی روسیه می نویسد مثلا بیشتر نامی اصطلاحات در شکل در زبانی ما استفاده می شد که مطابق با دستوری مثلا آوایی و صرف و نحوی ما نیست مثلا مطابق با زبانهای بیگانه از جمله زیر تاثیر زبان روسی در زبان ما وارد شدن. با این دلیل همین سردرگمی نه تنها در زبان کاربران شبکه حتی در سطح‌های بلندتر هم وجود دارد. برای همین باید زبان تاجیکی هر چیز زودتر به یک زبان معیار شود و اصطلاح سازی که یک بخش عمده کمیته زبان و اصطلاحات است باید یک چی بگم یک پایگاه بسیار محترم شود. اونجا کارشناسای با صلاحیت متخصصای زبردست جمع آیند و اصطلاح سازند که دیگر اون اصطلاح موردی شک و شبهه نباشد. کاری را که مثلا دیگر کشورهای همزبان ما میکنند. از همین سبب مثلا کمیته زبان ساختن اصطلاحات داده است در اختیار نماینده های کسب های گوناگون. اونها که متخصص زبان تاجیکی نیستند بعضی اصطلاح ها را ترجمه میکنند که قبول نمیشه. برای همین این سردرگمی وجود دارد. کار همگانی است بله، اما مقامات های اساسی که مسئول هستند مثلا در برابر کمیته زبان دانشگاه ها انستیتوت های پژوهشی دیگر مقامات دولتی باید محیط ما به شکل سازیم که مثلا از این گونه معاشرت شرم شود. چرا گروه و صحیفه نمیسازید در شبکه‌های اجتماعی؟ در شبکه‌های اجتماعی وظیفه ما نیست ساختن. ما رسما مراجعت میکنیم، رسما دعوا میکنیم. شما حالا درباره وظیفه‌های روزنامه‌نگاران خیلی وظیفه روزنامه‌نگار خیلی بلند حرف میزنید. وظیفه کی است؟ پس مثلا من شاعرم، من در
شبکه‌های اجتماعی گروهی شعری خودم را می‌سازم و در اون گروه عاشقان شعر من یا که خودمندان شعر من جمع می‌شوند و چرا برای ساختن این گروه مبلغ لازم نیست. رایگان یک انسان میتواند در سر رایانه نشیند و یک گروه بسازد در شبکه‌های اجتماعی تا هزاران هزار نفر از تمام دنیا اعضای این گروه بشود و آشنایی پیدا کنند با واژه‌های ما، با زبان ما، با اصطلاحات ما. این چی باید سامانه خودکتی، سامانه رسمی خودکتی تامین کنه کافی است. چرا شما میگویید که کافی است؟ چرا از امکانیت‌های اینترنتی نمی‌خواهید استفاده ببرید؟ شخصا برای من سامانه شخصی چی بدی داره؟ شدن قدرت من نمیرسه، برای که من شب و روز برای این ملت هم خدمت میکنم و با همین سامانه‌های رسمی کفایه است با ما. اصلا در کمیته مثلا هستند برنامه سازانی که با ساختن گروه ها با پر کردن موادها در سامانه ها هستند. پس چرا آنها نمیکنند این کار؟ هستند میکنند. از جانب اتفاق کسبت 2 سامانه انفرادی داریم که با مردم در تماس است. غیر از سامانه مثلا نه تمام غیر سامانه ما پست‌های الکترونیکی 2 نمود داریم. این تمام چیز دیگر است. بچه‌ها سوال داشتید شما مرحبا بشین. سلام علیکم، نورعلی کریم خبرنگار. نگاه کنید دوستان، وابسته به سامانه رسمی کمیته گفتید، من همونجا گفتنی هستم که با سامانه رسمی بسیار بانک‌ها نظر میکنیم می‌داریم. خب من شبکه اجتماعی نمیگم، سامانه رسمی شو سامانه رسمی میگم. اونجا کنسولتانتش مشاور جواب میده، زود جواب میده. مثلا سلام می‌نویسه و جواب می‌نویسه سلام علیکم خدمت چه خدمت. همین چیز در سامانه شما توجیه میدونم نیست. من مثلا چه نوشته سودم کار علمی اصلاح نمیوام در فرهنگم شو میکنم دیگه سر گرنگ میشود گویم به قولی. اونجا میدونم سامانه رسمی کمیته کی به من جواب داده میتونه در سوال با یکم خوب یکم سامانه کمیته از سبب اون که ما خدمات مطبوعاتی نداره خیلی کارمندای کمیته کم هستند. همگی 8 متخصص در کمیته برای 10 میلیون اهالی تاجیکستان خدمت میرساند. از همین خاطر سامانه ما رو پیوسته همون یاوری ویم رئیس پیوسته اداره میکند و اون سوال و اون مراجعت ها رو گرفته استفاده به رهبریت میرساند و رهبریت چون به شعبه ساختارها بخش ها منظور میکند بعد جواب خود رو میده. اون خیلی ما گفتیم که خدمات ما کادر زیادی نداریم، کادر نمیرسد به ما هم چون که همین قدر بیاید راجع به نرسیدن کادرها حرف میزنیم. ما اکنون تصمیم گرفته ایم که همین تعداد کارمندان و بخش شعبه کمیته رو وابسته به طلبات و پیشرفت. جناب زلفانیان سوال رو صرف نظر نکنید، کدام متخصصان نمیرسند در کمیته زبان و اصطلاحات؟ شما حاضر گفتید که متخصصان باید که من ببینید نه کدام متخصصان نمیرسند؟ زبانشناس برای چه؟ یک دقیقه برای که در دایره مثال شعبه تنظیم اصلاحات کادرها هستن اکسپرتیز زبانشناس، لیکن باز بخش شعبه های در کار که بسیار من خدمات مطبوعاتی میگوید ما همین چیزا دکتر من هم همین چیز رو میپرسم از شما. متخصصان که زبانشناسان نمیرسند یک باز نه زبانشناسان میرسند. باز گفتید که زبانشناسان نمیرسند. واحدی کاری نداریم. مقصد من چیه؟ یعنی واحدی کاری ما باید درخواست کرده کاری کرده. ولی حالا یک دقیقه پیش گفتید که زبانشناسان نمیرسن. آخه زبانشناس وقتی که واحد نمیرسه زبانشناس نمیرسه. یک زبانشناس همین روز با 10 میلیون گفتگو کرده میتونه با فکرشون یک زبانشناس یا 2 زبانشناس هرگز بسیار باشه هم 20 کس قد جواب. پس چرا واسه نمیشوند واحدهای کاری شما؟ میشوند. فریدون سفرزاده هستم خبرنگار. ما عضو با کمیته زبان و اصطلاحات پیشنهاد داریم که مخصوص ما برنامه‌سازی خوب داریم که مثلا همین کارها رو میکنن. مثلا وقتی اونها یگان دیزاین کردن هستن مخصوص با کارهایی میکنن که همین به همین حروفای وارد میکنن که همین چیزا میشود. مثلا عضو کمیته زبان و اصطلاحات میتواند که همون برنامه‌سازی مخصوص دعوت کند یا گروه کاری تشکیل کنند و از پی همون وارد کردن همونها شما. مثلا ما در تنظیم نوار با برنامه ادب نمیتوانیم که همون حروف تاجیکی رو در همون مثلا همون تیتری که می نویسیم همون چی میگم پاورقی که می نویسیم ما نمیتونیم همون رو تاجیکی کردن. برای مثال یک همون تایمز نیو رومان تیجی است، اریال تیجی است، تمام دیگر نیست.
مثلا ما میتونیم مراجعت کنیم اینا ما با شما مراجعت میکنیم با شما مراجعت میکنیم شما یک گروه کاری تشکیل کنید مثلا نه چرا مراجعت کنم بدون مراجعت مثلا مسئله باید حل خود رو یابد مثلا منتظر نشوید که دیگه سیاره شما منتظر نشوید که اکبر یا سنتور یا ترسون یا نبی مثلا درباره سوالات شما منتظر پیشنهاد کسی هستید منتظر پیشنهاد کسی نمیشینید شما در سرگاه این مسئله نشستید منتظر پیشنهاد کسی نباشید نه گوش کنه شما دیگه سیاره همه در تاجیکستان زندگی میکنه هر یک کمبودی رو ما بین خود باید حل کنیم کمیته این وزارت این گفته بله ما هم درباره آینده گفته هستیم ما هممون باید از پای همین کار شه همین رو چی کنیم وظیفه کمیته نیست لیکن نویسید کمیته مقامات داخلدارش مثلا همه به حاکمیت الکترونیک گذاشته استودن من حیرانم مثلا وظیفه داره وظایفی که بر دوش شما هست بر دوش کمیته چرا باید یک شهروند یک دانشجو یک جوان به شما بنویسد که کاری خودتون رو انجام بدید یعنی میدونید این چگونه است این مثل اون است که شهروند میرود به دکتر مراجعت نامه می‌نویسد که دکتر التماس رسالت دکتریت رو اجرا کنید نه میبخشه شما فراموش نکنید که در حیرتم حرف زبان نوشتن یا که دمچه و نادمچه این وظیفه کمیته زبان نه این مقامات خودش دارد نه ما هم رو گفته استودیم در ذخیره‌گاه حرف‌ها باید حرف‌های تاجیکی با ج با اوی زده با ای در هر یک شکل و تایم نیو رومانس تیجی پیشنهاد شده است حل کنه کافی نیست کافی که نباشد مراجعت کنه مثلا ما مراجعت کرده استودیم که همه شما باید بله همین خیلی گروه کاری تشکیل شود باید تایمز رومان چرا شما اکتفا میکنید تمام مردمان دنیا با هر هیله و نیرنگ حروف خود رو زبان خود رو پیش میبرند ولی شما فقط اکتفا میکنید با یک تایمز نیو رومان یک دقیقه برای زیبایی اورویشوت برای زیبایی اورویشوت تزیینتون میتواند از چند حروف استفاده برای درست ولی حکومت الکترونی برای چی روزنامه شما چی کمیته زبان دلخواه وزارتی داره باید با یک حروف باید مناسبت کند اون خیلی نغمه نغورتون در رکلامتون میکنید برای مثال بازی همین حروف تنو در تاجیکستان گوشتن در بیرون نمیتونن جناب زلفانیان نغمه و نغورایی که شما میگویید ببخشید توجه کنید نغمه و نغورایی که شما میگویید برای تلویزیون برای موادهای ویدیویی برای پیشنهاد زیبا از روی زینت از روی آرایش لازم است با کارگردان‌های ما برای سینما آفری لازم است شما چرا صرف نظر میکنید صنعت سینمایی رو صنعت نوار آفری رو نغمه و نغاره نیست این کارگردان‌ها برای شما نغمه و نغاره نوشتجوت شبکه‌های یکم یا جهانما بزیب من میگم اما آنها رو مخصوص برنامه‌سازان انواع انتخاب باید گوناگون باشد چی بدی دارد پیشنهاد کنه مقامات پیشنهاد داریم که مثلا ما پیشنهاد داریم که انتخاب یعنی انواع آرایش حرفا زیاد باشد چی بدی دارد ما هم جانب داره زبانی ما باید به یک معیار مبدل شود گفتیم البته در اینجا متخصصای ساحه مثلا استاد سیف‌الدین نظرزاده عضوی وابسته اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان بسیار کتاب‌ها درباره اصطلاح و اصطلاح شناسی تالیف نمودند استاد حسنی سلطان و ده‌ها دانشمندان ما هزارها دانشمندان ما در مسئله اصطلاح و اصطلاح سازی بحث‌ها میکنند خودی همون متخصصای ساحه یک چند فرهنگ لغتنامه‌ها تالیف نمودند و به کمیته اصطلاحات پیشنهاد نمودند البته کمیته اصطلاحات چه اکسپرت تعیین میکنند یکی از همون فرهنگ لغتنامه ما اکسپرت تعیین شده بودیم و دیدیم که همون اصطلاحات کارشناس تعیین شده بودیم حضور جناب زلفانیان ایراد میگیرد که زبان روسی استفاده برده خب استاد در همونجا اصطلاحایی که اونو پیشنهاد نمودن همون اصطلاحهای معادل تاجیکی معادل دارن لیکن اونو اصطلاحهای همون روسی و دیگر استفاده کردن و ما اونا را تقریض نوشتیم و برای اصلاح آنها ما برای اصلاح و مؤلفا
мақсад равона сохтем. шумо ҳазор академия, ҳазор ихтисосманд, ҳазор коршиносро инҷо мисол биёред. Барои ман ҳамин кофист ки дар ворд вожасанҷи электронӣ нест ки бо хатти сурх вожаи хаторо муайян кунад. Ана ин аст воқеият. мебареду миёред, мебареду миёред. биё ман ҷавоб диҳам орзу. ҳалли худро меёбад 2-3 моҳ пас ин барнома амалӣ мешавад. чунки маблағгузор ки шуд ҳамун соҳиби барнома заҳмат кашидааст. шумо гуфтед ки маблағ намерасад. масъала сари чӣ меравад? масъалара ҳозир маблағ ман дар кисам ё дар хазина як дақиқа надорем ки охир вай ҳукумат ҷудо мекунад талаб чаро ҷудо намекунад ҳукумат? сабабаш чи аст? чаро ҷудо намекунад? нав муроҷиат кард барнома. чаро нав муроҷиат кардед? ой бача ман ҳамин аввали барнома гуфтам ки қоидаҳои 20 сол шуд интернет 20 сола монеда. шумо чаро нав муроҷиат кардед? хати шумо мушкил будааст баҳсу бара кардам. вақти худ хафа нашавед. ман аз шумо мазорат мехоҳам. чаро охир нав ҳукумат рост кардем. бародар азиз шумо чӣ мефуред? якбора москваро дар 1 соат созед. оҳиста ин қадар комёбии моро нодида дониста истода. ман аз шумо мазорат мехоҳам. дуюм ки як дақиқа аммо бубинед масалан шумо чӣ робита доред бо бачаҳое ки мустақилона кор мекунанд? сомонаи вожаҷӯ бо нармафзори худ фаъол аст. дигар сомонаҳо ҳастанд ва дигар саҳифаҳову гурӯҳҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд. бо онҳо оё ягон робита дорад кумита ё на? охир ваё бояд доранд. кумита мебахшед. медонед ба чор ҳама як кора устод орзу фақат дар бораи кумита дар сари кумита бор мекунед, лекин чӣ ба аз тарафи мухбирои азия плюс ҳамин кор амалӣ намешавад? ҳар як рӯзноманигор мана бубинед вожаҷӯ масалан метавонад як мухбири шумо дар вожаҷӯ ҳазор суҳбат кунад. мехоҳ нафари муштари чанд бор даъват кардем ба барномаҳо омаданд. ҳамин истилоҳро чӣ гуна нависем, чӣ хел дурусташ кардем, чӣ кор кунем муроҷиат мекунем. ин як камбудиёро ҳатман ба мақомотҳои дахдор бояд бигӯем, то ин ки дар муддати кӯтоҳтарин ҳалли худро ёбад. ҳалли худ. ҷаноби зулфониён, камбудии шуморо санҷишгарон муайян мекунанд. онҳое ки санҷиш мегузаронанд, камбудии шуморо масалан як ҷавони рӯстоӣ ё ин ки як донишҷӯ наметавонад муайян бикунад. ва саволро пешкаш мекунем. ардашир, мо шуморо даъват накардаем ки тӯли 1 соат сукут карда нишинед дар барномаи мо. ардашир паён ҳастам, хабарнигор. бибинед, вақте ки мо баҳс мекунем, мо якдигарро гунаҳгор мекунем, ин мавзӯъ матраҳ намешавад, ин мушкил ҳалли худро намеёбад. ва ине ки мо баҳс мекунем бачаҳое ки дар ақсои олам нишаста аз дуриҳо аз тариқи фосилавӣ аз роёнаҳои худ рӯи забон барои ҳувият, барои фарҳанг, барои миллат як корҳои хайр мекунанд, савобкушӣ мекунанд ва он тарҳе ки акай орзуам номбар кардам бо номи вожаҷӯ ва чанд тарҳҳои дигари онлайнӣ ё худ бархате ки масалан луғат диҷей ё пойгоҳу захираҳое ки дар интернет мавҷуд ҳастанд аз ҷониби афроде роҳандозӣ мешаванд ки дилашон барои ин ватану миллат месӯзад. ва ине ки масалан мо ҳамеша интизор мешавем ки як соҳибкор аллакай шууру зеҳни мардуми мо ҳамин хел сохта шудааст мутаассифона ки интизор мешаванд ки як соҳибкор меояд роҳи онҳоро бунёд мекунад ва мо ҳам интизорем ки як нафар меояд до як ватандӯст як забон дӯст меояд ба монанди умед ҷайҳонӣ, рустами ваҳобзода ки шоир аст, рисолаташ барои адабиёту барои сухану барои каломи баде хидмат кардан аст, меояду дурустӣ масалан он ҳарфа як истилоҳ пешниҳод мекунанд, арзёбӣ мекунанд ва ба мардум пешниҳод мекунанд. ва мо дигар умедамона ба мақомоту дигар намебандем, дигар умедамона ба ҳамон як ҷавонони донишманду хуб бигем бо фаросату хиратмандавон мебандем ки имрӯз ё фардо сар боло мекунанд барои ин миллат, барои ин давлат, барои ин ҷомеа ва насли оянда як барномаву як пойгоҳҳои сохта медиҳанд ки бигем ки миннат ҳастанд ва ҳар чизе ки ҳам мекунанд барои фарзандони худашон мекунанд, барои набирагону ояндагони ин миллат, дигар ҳеҷ. ман ҳатто ба шумо савол медодам ки барои иҷрои масалан баъзе бандҳое ки мақомотҳои ё ки вазоратҳои дахлдор вазифадор ҳастанд, шумо оё муроҷиат кардед бо ҳамоно, дар тамос шудед ки дар чӣ сатҳ фарз кардем ба шумо барин рӯзноманигор ҷавоб дода бошам ки мана ҳамин дар ҳамин сатҳ ҳамин масъаларо мо иҷро кардем гуфта.
мо дар нишастҳои хабарии кумитаи шумо ва ниҳоди шумо ишроф фақат нишаст ба нишаст савол метему амалаш бибинед масалан бибинед вақте ки мо дар як нишасти соли паресо 2020 буд богумонам вақте ки масъалаи гузинаҳои тоҷикӣ баробарҳои низомӣ рутбаҳои ҳарбӣ буд мо ҳамон масъаларо аз раиси собиқатон аз он хонум пурсида будем ки масалан ҳамон номгӯшро шумо пешниҳод карда метавонед гуфтам ба кумита муроҷиат кунед ва худи шумо гуфтед биёед мо оно барои шумо дастрас мекунем ба кумита муроҷиат кардем вале мутаассифона шумо гуфтед ки ҳанӯз дар ҳоли баррасӣ аст онро наметавонем пешниҳод кунем ҳамин гуна набуд ва бибинед ва ине ки баъд мақола додем нашуд ки масалан мақомотои мо дигар одат шудааст ки ҳамон маълумотро дастрас намекунанд дастрасӣ ба маълумот нест ба иттилоъ нест ва ина шумо вақте ки ин ҳол ҳаст чаро мегӯед ки мо бояд муроҷиат кунем не ин як ҷиҳати масъала дигар масъаларо меём ҷаноби зулфониён ардашир дӯстони азиз таваҷҷӯҳ кунед биёед аз фаҳмиши дафтарсолорӣ ва бюрократия роҳбарсолориву дафтарсолориву бюрократия берун меравем шумо бояд он гунае корро ба роҳ монед ки одам аз амрико дар сомонаи шумо ворид шаваду ҷавоби саволашро пайдо кунад дар нармафзори шумо ворид шаваду ҷавоби саволашро пайдо кунад шарт нест ки аз олмон ё аз федератсияи русия як тоҷик хеста ба кумитаи забон ва истилоҳот биёяду ба саволаш посух бидиҳад асли тараққиёти технологияи рақамӣ аст ва чаро бояд бо ин дафтарсолориву бюрократия як ҷавон аз як рӯсто хиста биёяд ба дари кумитаи шумо интизор шавад ва шумо бигӯед ки ҳоли ин вожа ва ин калима дар ҳоли коркард аст шумо дар ин бобат хатои бузург мекунед кумита дар як соат ҷавобашро мегардонад ҷавобашро гардонданд не барои ин дига масъала ин масъалае ки ҳалли худша наёфта чӣ муроҷиат шаҳрванд чӣ аризаҳо иҷро мешавад аммо дар нишаст ҳарф вале бибинед мо дар нишаст хоҳиш карда будем ки ҳамон феҳристи номҳо масалан баробарҳои тоҷикӣ ҳамон варианте ки тоҷикӣ ки рутбаҳо пешниҳод шуда буд ҳамонро мо гуфтем ки гунаҳои тоҷикӣ бо оно шинос шудан имкон дорад гуфтем ки бале муроҷиат кунанд гуфтанд вале вақте ки мо муроҷиат мекунем мегӯянд дар ҳоли коркард аст мо наметавонем дар ҳоли баррасӣ бародар ҳамин шумо набудед ки охирон аз рӯзномаи байналмилалӣ ба чоп кардем ба шумо нусха карда надодем ман набудам мутаассифона дигараш мегастам боша беам гуфт аз азизи пулиса не масалан ҳарф сари ин аст ардашир мегӯяд ки дар нишасти матбуотӣ шумо расман ё ин ки кормандони шумо расман муроҷиат карданд ки ба кумита муроҷиат кунед ин масъалаи шумо ҳал аст вақте ки ба кумита муроҷиат мекунанд дар кумита мегӯянд ки не ин масъала ҳал нест ҳоло дар ҳоли кор вале ҳал наёфта боша чӣ хел метавонед пас чаро дар нишасти матбуотӣ мегӯяд ки масъала муроҷиат кунед чаро яъне фурсатро сарф мекунад муроҷиат мекунад меравад бале ҳалаша ҷавобаша ёфта чаро дар нишасти матбуотӣ намегӯед ки ин вазъият ҳоло ҳалли худро наёфтааст ва масъала дар ҳоли коркард аст чаро агар савол ба ман мешуд ман ҳамин хел ҷавоб медодам мутаассифона савол ба ман нашудааст дар нишаст яъне кормандони кумита нуқтаи назарашон мухталиф аст роҷеъ ба масоили умумӣ мебахшед ин масъалае ки аз паша бори дигар салом нигоҳ кунед сари масъалаи китобхонаҳои электронӣ мебинем китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи ҳамон худи сомонааш китобхонаи миллии электронии тоҷикистонро таъсис додааст ман қариб ки 80% ва китобҳое ки тоҷикӣ ҳастанд дастрас дорам худам аммо мушкили ҳамин аст ки онҷо адабиёте ки аст русия аст хориҷӣ аст бештар аст ва адабиётҳоро мо бовар дорам қариб 50% аст лозим нест барои мо ман худам ин чиза кардам мо дар сомонаи иҷтимоии фейсбук 81 дақиқа дар кумитаи мо аз ҳамоно гирифтем 9 ҷилди шоҳномая гирифтем ахтарони адаб мо ҳама қисмашро дорем то оне ки имро нашр шудааст мо 16 000 корбар дорем дар фейсбук онҷо китобхонаи худро таъсис додига ҳастем яъне мо чанд кас ҳастем 4-5 кас ҳастем ман инҷо ҳастам яду бародари дигару яду бародари дигармо дар москави русия ҳастанд ҳамин корро мо 4-5 кас кардем мардуми китобхона таъсис додем ройгон дастрас мекунем аммо адабиёте ки бисёро дархост мекунанд адабиёти классикӣ бисёр нест аст ҳамин мавзӯъро худи якай орзу гуфтанд ки барои чи ҳамин қисмате ки электроникунонии адабиёти тоҷик хусусан адабиёти классикӣ барои адабиёти муосир аллакай бори дорам ки қисмати зиёдаш аллакай электронӣ шуда ҳастанд дар чӣ сатҳ қарор дорад якум дуюм донишномаи озод википедияи тоҷикӣ то ки пеш мебарад чунки ба мо додан бештар осори классико ба забони
هم بعضش الکترونی بعضش طریق تصویر برداری. مسئله آثار کلاسیکی که امروز شما میخواهید اونا سالهای پیش به نشر رسیدن، لیکن این اقدام همون انسیکلوپدیای تاجیک زیر راهبری کتابخانه ملی وظیفه دور است زیر راهبری استاد امیرشاهی که وظیفه جامعه اونا کتاب‌ها از سر نو تالیف شده ایستادن، کتاب‌ها از سر نو انتشار شده ایستادن، نشر شده ایستادن، دسترسی خواننده‌ها گردیده. مسئله دانشنامه آزاد به ویکی‌پدیا اونجا قریب 124 زبان جهان که معلومات داده میشد. اونجا رایگان است، یگانه سامانه‌ای که تبلیغ ندارد. همین سامانه را کی مسئول است در تاجیکستان؟ دانشنامه انسیکلوپدیا داریم کو ویکی‌پدیا تاجیکستان تاجیکی این درباره ویکی‌پدیا آخه انا با همون مراجعت کردن دار کو نه رابطه ندارن آنها با شما، یعنی یک رابطه دارن یک جزئی کمیته زبان و اصطلاحات دانشنامه‌هاشون ما از جهت زبانی می‌بینیم، از جهت بازگشایی ممیزی میکنیم، میتیم خلاصه مینویسیم، ولی حکومت دستگیری مالی برایشان میدهید؟ نه، رایگان کمیته رایگان خدمت میکنه. اینجا بسیار مسئله ها صدا دادن. من میخواهم در همین مسئله گویم، اینا هیچ کس روشنی نانداخت چون این مسئله زبانی است. چرا تا حال بعضی کلمه های معمولی که هر روزه در زبان مردم هست ترجمه به تاجیکی نشدن؟ مثلا فلش کارت، مثلا رزیتکا، مثلا پاور بانک، مثلا پینست. یک دقیقه بعد تلویزیون سفینه بیچاره از همین سحر تا دیگه تلفن میکنن، استاد رزیتکا چی میشه، استاد فلشکا چی میشه، با استاد میگه چی فلشکا. مردم موظفن که اون 110 کتاب تای کش کرده بگردن استاد. بخشه یعنی که شما وقت نداشته باشه کتاب مطالعه کنی از مخبر محترم، وقتی که شما وقت نداشته باشه شما وقت نداشته باشه کتاب مطالعه کنید از بیکی است. گوش کنید. بله استاد، ما شما را گوش کنید. من گفتم 110 فرهنگ شما میگید من تای کش کردن، تای کش نکنید. همین یک خانه با حشمت کتابخونه تو کو؟ نه من کتابی که خرید نودرکور ما دیدم. حالا کتابخانه‌های الکترونی برادر کتابخانه باید الکترونی من گفتم تموم کنم. این اصل 21 از کتابخانه باید الکترونی باشه. آخه الکترونی کنه تو روید الکترونیش الکترونی باید شما بکنید و مسئولین رشته زبان بکنن. برادر میمونه گپ زنم من نقطه که موندم شما مسئولی شما هم زبان شناس در برابر روزنامه‌نگار شما الکترونی کنید، ما درباره فعالیت شما می‌نویسیم. شما متخصصی صحبه زبان هستید، ما مسئول نیستیم. کناره میگیریم، کناره نمیگیریم. همه باید این کارا. چرا شما وظیفه جانی خودت وظیفه روزنامه‌نگار بر میکنید؟ این وظیفه جانی شما است. شما کارنمایی کنید، ما درباره کارنمایی فقط می‌نویسیم. من خادم علمی وظیفه من در علم خدمت کنید. خادم یعنی خدمت کننده. خدمت کنید، ما درباره خدمت شما می نویسیم که اسم شما چیست؟ نورانشاه در مسئله پاس زبان این گونه قهرمانی کرد. این رو ما می نویسیم. این وظیفه است. یک دقیقه من سوال شما رو جواب داده نمیتونم. مرحمت هر چی به شما داده میشه. تو نقطه گذاشته من التماس سخن به شما. مرحمت برادر شما میگید که من تای کش نکنه. کتابخانه طبق پیام پرزیدنت هر یک کارخانه خواه دولتی خواه خصوصی باید کتابخانه خودش تشکیل کند. یک برای الکترونی گرفتم مرحمت مراجعت کنید. ما میگویم که همین 110 لغت فرض کردیم 10 تا فرهنگنامه شد دانشگاه کشاورزی کرده میره الکترونی یا که چی میگون تصویر برداریش میتیان تو شما تای کش کردن نمیگیرید در کامپیوترتون میمونید در روزانه‌تون و وقتای خودگیتون یا کلمه در کارتون نمیکنید. برای چی از شبکه تلویزیون سفینه یا که یکم یا که دوشنبه تلفن میکنن میگن استاد فلشکا چی میشه؟ که استاد اگر داند میگود ندونه کاتالوگ نگاه میکنه که فلشکا این یادگوره میشه، رزویتکا چی میشه، رزویتکا برق وصله میشه. همه اینها البته با کمک کمیته زبان خوشبختانه حل خود ترجمه خود دارن. برای همون شما خیلی وای نکنید که این زبان به درجه عالی رشد کرده. تنها گویندگان باید ارزگذاری و احترامشون نسبت به زبان بیان کنن، مطالعه کنن، از خود کنن. من سپاس میگم به همه اشتراکچیان
جوانها و متخصصان که امروز با برنامه ما آمدن، بحثی ما تیز و تند شد، ولی مسئله مهم است، زبان. چون گفتیم بلندی مرتبه زبان برابر بلندی قدر و منزلت مادر است. این را نباید فراموش کرد و با این مسئله باید سرسری ما نظر ناندازیم، نظر عمیق با این مسئله باید ما داشته باشیم و آن را نگه بداریم، زیرا زبان، وطن و ارزش‌های دیگری که مقدسند شناسنامه ملت ما هستند. زبان این شناسنامه ملت ما است. زبان این رمز و نماد از خلق کبیر ما است. برای همین باید احتیاطش کنیم، گرامیش بداریم. آن زبان نابی که در شعر، در تغزل، در نظم و نثر ما استفاده شده است، واقعا درست نگاه داشته بشود. زبان رودکی، زبان کمال خوجلدی و زبان دیگر بزرگان ادبیات باید با این پاکیزگی به نسل‌های بعدی انتقال داده شود، نوابسته از ترقیات تکنولوژی رقمی. شو تحت عنوان راستی از طرف آزیا پلاس اینجا به انجام میرسد. برنامه‌های من بعد ما رو منتظر باشید با همین گونه بحث‌های تیز و تند. خیر.